شروع کنیم. طبیعی است که آغازها زیبا باشد، زیرا منطقی نیست کسی نزد تو بیاید و بگوید من آدم پستی هستم. درود و مهر بر شما عزیزان. ECU BMW X6 رو داریم، در حال پروگرام و برنامه ریزی این ECU هستیم. همونطور که مشاهده میکنید ECU این خودرو دچار آبخوردگی شده بود و باعث نقص توی خودرو. براشون ECU تهیه کردیم و خوشبختانه برنامه ECU شو تونستیم بخونیم.